سلام افغانستان، سلام به همه ورزشکارانی که در هر گوشه و کنار دنیا هستین. آرزو دارم همتون خوب، صحتمند، سر حال، هر جا باشین، خوش آباد و سربلند باشین. امروز باز هم جمعه فرا رسید در برنامه ورزش. امروز بخش فری فایت به شما انتخاب کردیم و اینجا با ما استاد واسی، رئیس سازمان OFFC در افغانستان اینجا با ما هستند. خوش آمدین استاد. تشکر میکنم، زنده باشین. به نام خدا، عبدالواسی قیومی هستم، رئیس سبک او سپورت یا فری فایت فدراسیون ورزش‌های رزمی و سازمان OFFC در افغانستان. استاد میشه درباره فری فایت برای ما کم معلومات بدین؟ فری فایت چی نوع یک ورزش است؟ فری فایت یک ورزش ترکیبی است که از همه ورزش‌ها به وجود آمده. خصوصا میدونید مشت، زانو، آرنج، نیکی، البو، غیر از گرپلینگ، سبمیشن و چیز ورزش‌هایی که ببینید کلش یک جای مخلوط شده و از این فری فایت به وجود آمده. چقدر مدت میشه شما به حیث ترینر هستین و چقدر مدت میشه که قبل از او شما خودتان فری فایت تمرین کردین؟ ما از 2005 به این طرف اولین مؤسس، اولین بنیانگذار فری فایت در افغانستان هستم و غیر از او پیش از او ما تمرینای خود داشتیم. در مسابقات 2008 که اولین مسابقات فری فایت بود ما در ایران رفتیم و اونجا دو استادی که ما داشتم به شکل فنی و مسلکی، دیمیتری و جورج از کشور یونان بودن. ما توانستم که به شکل فنی و مسلکی فری فایت پیش از او کار کنم، بعدا بیارم در افغانستان با دوستایی که قهرمانایی که فعلا می‌بینیم کلشان ازشون استفاده کنم. استاد میشه از قهرمانایی که با شما تمرین کردن، شما اونا را تمرین دادین، امروز شما یک جای تمرین کردن، شما همیشه ترینر اونا بودین، میشه از اونا نام ببرین؟ فعلا قهرمانایی که نامشان سر زبان هست. قهرمانایی که شما بیشتر نامش سر زبان است باز محمد مبارز است، اسیب الله فیضی است که فعلا در آلند نامش ماشین نکاوت است، و حمد ولی اوتک است و ایمان دوست است، عمر ایمان دوست. غیر از او بچه‌ای که فعلا در فری فایت می‌بینین که نامش از یادم نره، چیزی که می‌بینین کلش قهرمانایی که هستن در تربیت شده. و ورزشکارای فری فایت در سفرهای خارجی، در مسابقات خارجی هم به حیث ترینر میرین و در اواخر امروز باز محمد مبارز هم به حیث ترینر رفته بودیم. همین مسابقات پروفشنال، چیزی که مسابقات می باشه، حتما ما در مسابقات به حیث ترینر میریم به خاطر از اینکه تمریناتش هم پیش ما می باشه از مبارز و این یک مسابقهش نیست، چندین مسابقه که در مسابقات پروفشنال بوده، با چندین حریف خود ما در مسابقات که شرطمند بودیم. استاد، اولین کسی که کمربند تورنمنتی را از به دست آورده و ما شاگردای خودت است و اولین مدالم از شاگردای خودت احمد ولی هوتک به دست آورده. اولین مسابقاتی که ما از رشته سبک و سپورت فری فایت فدراسیون ورزش‌های رزمی داشتیم، احمد ولی هوتک و اسیب الله فیضی و رقیب ایدری نقره گرفتن. اسیب الله فیضی مدال طلا گرفت و احمد ولی هوتک مدال طلا گرفت. سازمان OFFC شما در افغانستان چی کارایی میکنین؟ چی برنامه‌هایی روی دست دارین؟ این تقریبا پری روز مسابقات ما دومین دوره مسابقات OFFC بود که 5 دورهش دوستا و افغانستان کلگی دیدن و دیگر مسابقات ما دمی کیچ میگیریم. غیر از اون مسابقات رینگ جور کردیم در کلاب‌های ما و امی OFFC او سپورت فری فایت فایتینگ چمپیونشیپ است که ما خود ما سازمانش به شکل پروفشنال میخوایم که آماتوری خود داریم، شامل تربیت بدنی که در ورزش‌های رزمی سبک او سپورت یا فری فایت و OFFC کلش سازمان پروفشنال است که ما میخوایم به شکل پروفشنال از ورزشکارای خود استفاده کنیم. پس از بین تمرینات شما رو ببینیم که تمرینات شما طبعا از گرمکاری و نرمش مثل رشته‌های دیگه شروع میشه. زنده باشین میبینیم ان شاء الله. پس بین که فری فایتر که چه قسم یک ورزش است و این ورزشکارای ورزش از کجا آغاز میکنن با هم یک جا ببینیم. و در کنار ما قهرمان محمد الله عمر ایمان دوست بعد از یک تمرین ثقیل اینجا با ما هستند. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیزی که ما را از طریق برنامه زیبای تلویزیون جهانی آریانا میبیند تقدیم میکنم و امید که یک روز جمعه خوب و خوش را آغاز کرده باشند. خب ایمان دوست، میشه از جریان تمرینات برای ما بگی چقدر مدت میشه تمرین میکنید؟ بسیار خوب. ما البته از کودکی شوق علاقه خاص به ورزش‌های رزمی داشتم. البته از موج ما آغاز کردم و بعد مدت بوکسینگ، کیک بوکسینگ، پهلوانی، فری فایت را آغاز کردیم از اون وقت. خب میشه از مسابقات و قهرمانی‌هایت برای ما قصه کنید؟ بسیار خوب. مسابقات ما هم مسابقات ملی دارم و هم بین المللی دارم که در سال 1389 برای اولین بار مسابقات فری فایت MMA در اولین بار در کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شد که تقریبا 60 فایتر در وزن بودند که خوشبختانه توانستم، یعنی 5 جوره بودند که در راوندهای اول نکاوتشان میکردم. و خودت دارنده کمربند هستی از تورنمنت که در خودت رفته بودی به کشور، میشه از او مسابقات برای ما قصه کنید؟ بسیار خوب. ما البته در سال 2010 2011 2012 البته 2013 و 14 و 15 تا حکنون مسابقات بین المللی البته داشتیم که در سال 2013 2014 مسابقات در بنگلادش بود که اطلاع را از اونجا در بین 22 کشور بود که البته کسب کردم و همچنان در سال 2015 2014 مسابقات در 2014 مسابقات اروپیان فایتینگ چمپیونشیپ بود در هندوستان که خوشبختانه توانستم برای کشور خود اولین کمربند طلایی را البته آوردم تورنمنتی. البته کمربندها بسیار زیاد قهرمانان عزیز ما آورده ولی اولین کمربند تورنمنتی را برای کشور خود ما کسب کردیم. همیشه موفق باشید. تشکر. این بود بخش اول برنامه که تقدیمتان شد. ورزش فری فایت یکی از جالبترین ورزش ها است که من خودم شخصا زیاد علاقه‌مندش هستم و بعد از یک وقت کوتاه با بخش های دیگر از برنامه با شما خواهد بودیم. بازم خوش آمدین. بخش اول برنامه را با هم یک جدیدیم. واقعا بخش بسیار جالب بود. آرزو دارم مورد پسند و پذیرشتان قرار گرفته باشه. و حال شروع میکنیم از اخبار ورزشی، البته از اخبار افغانستان. اولین دور مسابقات کوهنوردی بین 60 ورزشکار از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر ورزشکاران زون مرکز می باشد که این مسابقات برای یک روز برگزار گردید و در این رقابت خوشبختانه توانستند که از جمع 60 تن از اشتراک کنندگان در این رقابت 15 ورزشکار را به تیم زون مرکز انتخاب نمایند. با وجود مشکلات و موانع زیاد بر سر راه ورزشکاران در کشور، آنان پیشرفت‌های چشمگیری نیز داشتند. کمیته ملی المپیک همچنان به ورزشکاران وعده کرد که در آینده برای پیش بردن تمریناتشان به آنان امکانات خوبی را آماده خواهند ساخت. این بار وکلا و بلندپایه‌های دولتی با ورزشکاران همگام شده و از پیروزی و پیشرفت ورزش استقبال و حمایت کردند. این جشنواره ورزشی با حمایت کمیته ملی المپیک برگزار گردید. نمایشات آببازی بین ورزشکاران خردسال، نوجوانان و جوانان برگزار گردید که این ورزشکاران نمایشات خوبی را به جا گذاشتند. ورزش آببازی در سال 1383 در افغانستان بنیانگذاری شد که در همان زمان جهت تجدید تیم ملی ورزشکاران همسال مسابقات انتخابی سرتاسری در کشور دایر می‌گردید که پیشرفت‌های چشمگیری را در عرصه آببازی داشتند. تیم آببازی از حمایت کمیته ملی المپیک اظهار قدردانی نموده و از هیئت رهبری کمیته ملی المپیک خواست تا برای بلند بردن سطح ورزشکاران همکاری بیشتری کند. پلیس جرگه، کمیسیون صحت، تربیت بدنی، مبارزه با مواد مخدر و جوانان از احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز قهرمان مبارزات آزاد و آقای محمود حنیف سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان تقدیر به عمل آوردند. کمیته ملی المپیک افغانستان از قهرمانای تیم زورخانه‌ای تقدیر به عمل آورد. مسابقات جهانی زورخانه‌ای که از تاریخ 6 اکتبر الی 12 اکتبر با اشتراک 21 ورزشکار جهان در اندونزیا برگزار گردیده بود، تیم زورخانه‌ای افغانستان توانست با کسب 11 مدال مقام سوم را از آن خود سازد. همچنان محمد انور جگدلک رئیس فدراسیون زورخانه‌ای افغانستان برای اولین بار من حیث معاون فدراسیون جهانی زورخانه‌ای تعیین شد. پهلوان سلطان محمود نظری ترینر زورخانه‌ای گفت این یک سفر مثمر برای فدراسیون زورخانه‌ای افغانستان بود و تعیین آقای محمد انور جگدلک به حیث معاون اول فدراسیون جهانی زورخانه‌ای
فضایی سبب روحیه بخشی برای ورزشکاران و به اهتزاز آوردن پرچم افغانستان نیز گردید. مسابقات بایسکلانی بین دختران افغان از 4 ولایت در شهر مزار شریف برگزار شد. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی میگوید این مسابقات میان 20 ورزشکار دختر از ولایت کابل، پروان، بلخ و بغلان در فاصله 40 کیلومتر انجام شد. او افزود که معصومه علیزاده مقام اول، زهرا علیزاده دوم و رخسار حبیبزای مقام سوم را در این مسابقه از آن خود کردند. آقای صادقی هدف از راه اندازی این مسابقات را تقویت ورزش بایسکلانی و انتخاب ورزشکاران برتر برای تیم ملی بایسکلانی دختران عنوان کرد. خب برسیدیم به بخش سوم برنامه. یکی از ورزشکاران برتر به شما با معرفی میگیریم. پس بیاین این بار صحبت‌های یکی از ورزشکاران تیم ملی بایسکلانی، البته بخش بانوان، با هم یک جا بشنویم. سارا ویزای هستم، عضو تیم ملی بانوان بایسکلانی افغانستان. با مدت 3.5 سال میشه که عضو تیم ملی بایسکلانی افغانستان گرفتیم و دستاوردهای زیادی دارم و تلاش‌های زیادی کردیم تا بتونیم از طریق بایسکلانی بتونیم که بیرق افغانستان جهان در اهتزاز درآوریم.